بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان عزیز، ما در سلسله برنامه داستان پیامبران قرار داریم. این برنامه خیلی جالب خواهد بود. درباره آفرینش آسمان ها، زمین، کائنات، حیوانات، پرندگان، مخلوقات و هر چی در آنجا معلومات خواهیم داد. و این برنامه درباره اولین انسان جنایتکار، اولین انسان قاتل، اولین انسانی که متبرد شد، درباره اینها معلومات خواهیم داد. پیش از این ما میخوایم با اسلوب قرآن در طرح قصه آشنا شویم. چگونه قرآن میخواهد که رسالت خودش را برای مردم رساند. یکی از اسلوب‌هایی که قرآن پیش گرفته است این اسلوب محاوره و گفتگو هست. اسلوب دیگری که قرآن طرح میکند اسلوب ضرب المثل است. اسلوب دیگری که قرآن طرح میکند اسلوب اخلاقی و یا اینکه تربیه روانی است. یعنی گاهی میشه که قرآن اسلوب تربیه روانی رو پیش میگیرد. یعنی این معنای آن دارد که طرح قصه در قرآن قصه ها مطرح میشدن نه به طور تصادفی و عشوایی، بلکه با اسلوب های معینه تا اینکه شنونده ملال خاطر نشود. گاهی ضرب المثل گوش میکند، گاهی میشه که اسلوب محاوره را و با همین یعنی که با یکی از همین اسلوب ها شاید قانع میشود و یگانگی الله تعالی را قبول میکند. اینچنین قرآن در قصه هایی که برای ما آورده است و ذکر کرده است سه نوع است. اگر ما وقت قصه های قرآن رو میبینیم، یا قصه های پیامبران گذشته هست، یا قصه های گذشتگان و مثلا شخصیت ها یا گروه های معین هست، مثل قصه گویم که اصحاب الاخدود، قصه اصحاب کهف، قصه طالوت و جالوت، قصه مریم مثلا و غیره. سومش قصه که درباره اونچه در زمان پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم شده است، مثل غزوه بدر، غزوه احد و غیره از قصه هایی که قرآن درباره اونچه در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم واقع شده بود برای ما حکایت میکند. قصه قرآنی برادر عزیز امتیازهای گوناگون دارد. یکمین امتیازی که قصه های قرآنی دارد این است که قصه قرآنی از طرف الله تعالی هست. و من اصدق من الله حدیثا، کیست راستگوتر از خداوند تعالی؟ دوم، قصه های قرآنی بهترین قصه ها هستند و الله تعالی میگوید که نحن نقص علیک احسن القصص، ما برای تو بهترین قصه ها رو، بهترین داستان ها رو بازگو میکنیم. و سومین امتیازی که داستان قرآنی یا که قصه های قرآن دارد این عبرت انگیزترین قصه ها هست. الله تعالی گفت لقد کان فی قصصهم عبرة لاولی الالباب، یعنی که در داستان آنها عبرت برای انسان های صاحب خرد است. برای چی؟ قصه پیامبران. برای اینکه پیامبران پیشواهای ما هستند، برای اینکه پیامبران امامهای ما هستند، برای اینکه پیامبران ما اقتدا میکنیم، برای اینکه نجات بشریت در اقتدا به پیامبران هست، برای اینکه پیامبران شخصانی هستند که امتها توسط آنها هدایت می‌یابند، توسط آنها راه می‌یابند. پیامبران راهنمای ما هستند. بنابراین ما از قصه پیامبران علیهم السلام شروع کردیم. ما درباره قصه آنها گپ می‌زنیم، اونچه که در قرآن آمده است و اونچه که در حدیث آمده است و تا میتوانیم قدر الامکان از اسرائیلیات و حدیث های ضعیف و روایت های ضعیف دور شویم. برادرای عزیز، این قصه ها برای تسلیت نیست. این قصه ها برای که جا کردن معانی ایمان در وجود و نهاد و ضمیر انسان است. مثلا وقتی که اصحاب کهف قرآن گپ میزند، این معنا اینو داره که ما قصه آنها رو گوش کنیم، غمگین شویم، گریختن آنها، دور شدن آنها. نه، اینجا میخواهد قرآن برای ما رساند که انسان برای ایمان خودش چقدر گوییم که تلاش کرد برای محافظت و نگه داشتن ایمان خودش، از بحر همه چیز گذشت و به اون غار پناه آورد تا اینکه اون شاه ظالم ایمان او را نگیرد، تا اینکه او را مجبور به گشتن از ایمانش کند. یعنی برادرای عزیز، گاهی شده که تاریخ محرف شده، تاریخ دیگرگون کردند و قرآن آمد تا اینکه این دیگرگونی ها را نابود کند، تا اینکه این دیگرگونی ها را از راه دور کند و قصه حقیقی را برای ما پیشکش کند. تاریخ بشریت در اطراف پیامبران تشکل می‌یابد، زیرا آنها همیشه راهنمای مردم، هدایتگری مردم بودند. بنابراین تاریخ در اطراف آنها تشکل یافته است.
خود داستان پیامبران این یک منهج و روش دعوت است، برای ما تعلیم میدهد که چگونه مردم رو باید راهنمایی کرد، چگونه برای اونها تعلیم داد، چگونه مردم رو با خدا آشنا کرد، چگونه مردم رو به قرآن نزدیک کرد، چگونه مردم رو به خدا نزدیک کرد. همه اونها رو میتونیم بعد از آموختن قصه پیامبران به خوبی درک کنیم. تاریخ بشری این عبارت از مبارزه بین حق و باطل است. حق این پیامبران و پیروان پیامبر است، باطل این شیطان و پیروان شیطان است. و این چیز از زمانی که آدم علیه السلام به زمین فرود آمدند تا روز قیامت ادامه خواهد یافت، مبارزه بین حق و باطل. وقتی قرآن درباره نقش پیامبران در اصلاح جامعه گپ میزند، اون رو به طوری وسیع برای ما شرح میدهد. قرآن برای ما بیان میکند که پیامبران ضد فساد ایستادند، علیه فساد مبارزه بردند، چه آن فساد اجتماعی باشد، چه فساد اخلاقی باشد، چه فساد فکری باشد، چه فساد اقتصادی باشد و چه فساد اداری و سیاسی باشد. مثلا میبینیم که حضرت ابراهیم علیه السلام با فساد فکری مبارزه بردن با نمرود. وقتی که او دعوای خداگی میکرد، حضرت ابراهیم نمرود رو به یک جمله مات مبهوت کردند. مثلا لوط علیه السلام پسر عمکی حضرت ابراهیم علیه السلام آمد تا اینکه فساد اخلاقی رو معالجه کند، چون که قومش به همجنسگرایی مبتلا بودند و لوط علیه السلام آمد تا اینکه این قوم را معالجه کند. و شعیب علیه السلام رو میبینیم که آمدن برای اینکه فساد اقتصادی رو معالجه کنند، چون که قومشون همه مردم بودن که از ترازو میزدن. یا که موسی علیه السلام آمدن تا اینکه فساد اداری و سیاسی فرعون رو معالجه کنن، که چون که فرعون مردم رو به گروه گروه تقسیم کرده بود. یعنی که میتون گفت که یکی از بیرق برداران نجات پرستان بود، قوم خودش رو بالا از دیگر قوم ها میدانست و قوم های پایان رو ظلم میکرد، ستم میکرد و اونها رو همچون غلام میشمارید. و موسی علیه السلام اومد تا اینکه با همین که سوء اداره فرعون مبارزه برد، با اداره بد و بد اخلاق فرعون مبارزه برد. جنبه دیگری که ما با طرح کردن قصه پیامبران میخواهیم اون رو درک کنیم این است که اگر ما قصه پیامبران ندانیم، قسم زیادی از قرآن برای ما نامفهوم و مبهم خواهد ماند، زیرا قرآن قصه آنها رو بسیار مطرح میکند و تا حتی سوره های به نام پیامبران هست. مثلا ما سوره داریم به نام یونس، سوره هود، سوره یوسف، سوره ابراهیم، سوره به نام انبیا و سوره به نام نوح داریم و سوره به نام محمد صلی الله علیه وسلم داریم. یعنی معنی اون دارد که قصه و داستان در قرآن خیلی نقش مهم دارد و اگر ما به قصه آنها اهتمام و اعتبار ندهیم، یعنی جزئی کلان یا قسم کلان از قرآن را نافهمیده میمانیم. بنابراین باید به قصه آنها روی آوریم تا قرآن را به خوبی درک کنیم. حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه پیامبر صلی الله علیه و سلم را پرسیده گفتند که یا رسول الله عدد پیامبران چند است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند که عدد آنها 124,000 است. این حدیث رو امام احمد و ابن حبان روایت میکنند و طبرانی روایت میکنند و جمع از که اونهایی که به صناعت حدیثی مشغول هستند این حدیث میگن که حدیث صحیح لغیری هست و بعضیا مثلا رأی دیگر دارن نسبت این حدیث، لیکن عموما این اون را میفهمند که عدد اونها خیلی بسیار بود و این چیزی میتونید از قرآن درک کرد. قرآن میگه که ارسلنا رسولنا تترا یعنی که پیهم ما برای اونها پیامبر فرستادیم. و حدیث دیگر است که بخاری و مسلم روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما مات نبی قام نبی. بنی اسرائیل رو پیامبران اداره میکردن از جهت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی و همه طرف اونها رو اداره میکردند و هر باری که پیامبر وفات کرد پیامبر دیگر رو خداوند مبعوث میکرد. این معنی اون دارد که عدد پیامبران خیلی عدد زیاد است و به این حدیثی که ابوذر رضی الله عنه روایت میکنن نزدیک است. خلاصه برادر عزیز همین سبب ها ما رو وادار میکنه تا اینکه با قصه پیامبران بسیارتر روی آوریم.
اما نسبت پیامبر صلی الله علیه و سلم این قصه ها برای اون بود که تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم دلشون استوار شود. خیلی قرآن میگه که و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، یعنی که ما با نقل کردن و با بازگو کردن این قصه ها میخوایم که دل تو را بسیارتر استوار کنیم، تا اینکه تو فهمی که نه تنها تو هستی که در راه دین آزار میکشی، نه تنها تو هستی که در این راه شکنجه دیدی، بلکه پیش از تو نوح، پیش از تو ابراهیم، موسی، عیسی و غیر از پیامبران در این راه شکنجه شده بودند و از ها را دیده بودند. تو تحمل کن آنچنانی که اونها نیز این درد رو تحمل کردن و ما این قصه ها رو برای آن بازگو میکنیم که دل تو استوار شود و گوییم که یک نمود همدردی احساس شود. بنابراین الله تعالی میگه که فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یعنی صبر کن، شکیبا باش آنچنانی که پیامبران اولو العزم صبور و شکیبایی نشان دادند. و هدف اساسی از آوردن این قصه ها البته این عبرت است چه خیلی گفتم لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، در بازگو کردن قصه آنها این یک گوییم که عبرت برای صاحب خردان است. و اینجا برادران عزیز توقف میکنیم و درس آینده یا اینکه در حلقه آینده درباره پیدایش دنیا و مخلوقات صحبت خواهیم کرد و پس از آن درباره پیدایش آدم علیه السلام یک موضوع خاص خواهد بود. تا حلقه آینده شما رو به پناه الله تعالی میسپارم. خداوند تعالی شما رو نگهبان باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.